سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم با ساخت یک دستگاه توزیع تمام اتوماتیک. همونطور که میبینید داخلش جوزه ها دوتاش در اومده، اون یکی هم که تا شب در میاد. بعد این دستگاه رو با یه دونه فن کامپیوتر 12 ولت دائمی، یه لامپ 100 وات رشته‌ای و یه ظرف آب برای رطوبت دهی استفاده کردیم تو این دستگاه. اینم که دستگاه تایمرشه برای چرخوندن تخم‌ها. حالا من اینو در آوردم چون تخم‌ها در اومده بود. اینم ماژول ترموستاتی که برای تخم مرغ باید روی 37.5 تا 38 تنظیم بشه. این سیستم گردش تخم‌هاش جوری بود که میله وسطی به گیربکس وصل بود و میلهای کناری کاملا آزاد میچرخیدن. بعد این میله وسطی که چرخش میکرد، این تخم‌ها که وسط دو میله قرار داشتن با حرکت میله وسطی میچرخن و جابجا میشن. و از روش پنلی استفاده نکردم تو این روش. من این روش رو بهتر میبینم از اون یکی ها. این ماژول تایمر رو هم وصل میکنیم و از 4 ساعت یه بار یه دقیقه میچرخه. توش یه دونه دماسنج هم میذاریم که با معمولا ترموستات ها مثلا 1 دهم 2 دهم اختلاف دارن و با دماسنج بشه اینو درست تنظیم کرد. برای ویدیوهای بیشتر و دیدن ویدیوی ساخت کاملش و تنظیم و نصب همه اینا کافیه به پیج اینستاگرام یا تلگرام و یوتیوب به نشانی مستر آچار بیاین و تمام چیزایی که میسازیم و تعمیر میکنیم و ببینید. حتما سابسکرایب و لایک فراموش نشه. ممنون.